سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. من الف هستم، اینجام برینی ویتاست. بذارید از همین اول بهتون بگم که من تجربه جلوی دوربین حرف زدن رو ندارم. برای من به شخص این اولین تجربه من. اگه بخوام صادقانه حرف بزنم، چند تا پست قبلا تو اینستاگرام من ساخته بودم که کوتاه بودن و اسکریپت مشخصی هم داشتن. واسه همین اونا کمی با اینکه سخت بودن ولی خب راحت تر میگذشت واسه من از حیث کوتاه بودنشون. صادقانه برای این ویدیو من هیچ اسکریپتی آماده نکردم. اولا اینکه ویدیوی معرفی نامه است و من واسه معرفی نامه آماده نبودم. من وقتی داشتم محتوا آماده میکردم از همون جلسه اول به غیر از معرفی نامه آماده کرده بودم. تمرکزم روم بود، یادم رفته بود که معرفی نامه ای آماده کنم. یه چند تا چیزای کلی تو ذهنم داشتم ولی خب بگذاریم. بابت تتپته و بی تجربگی من ببخشید. از همین الان قول میدم که در ادامه بهتر بشم و راحت تر بتونم با مسئله حرف زدن با دوربین و حرف زدن با دیوار و فضای خالی کنار بیام. ولی خب چه محتوایی؟ من گفتم محتوا. همونطور که از اسم کانال پیداست، برینی ویتا به معنای زندگی مغزی است اگه بخوام درست ترجمهش کنم. حداقل من چنین اسمی انتخاب کردم با این مضمون که ما میتونیم با دانش داشتن نسبت به مغزمون زندگی بهتری واسه خودمون بسازیم، یا میتونیم یه معنی دیگه بهش بدیم که زندگی ما بر اساس ساختار مغزیمون پیش میره. اینکه مغز ما چه ساختاری داره باعث میشه زندگی های ما شکل بگیره. و من خیلی گشتم، واقعیتاً بخوام بگم. یوتیوب انگلیسی که بحثش جداست. یوتیوب انگلیسی از جون چی بود میگفتن؟ از جون مرغ تا آدمیزاد، یه همچی چیزی پیدا میشه. ولی یوتیوب فارسی من گشتم یه چند تا منبع خاصی پیدا کردم، یا تکمیلش نکرده بودن در مورد مغز و اعصاب، یا پخش و پلا بود، یعنی هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن، با اینکه ویدیوهای خیلی خوبی هم بودن. و یا اگر هم کامل و جامع بودن خیلی قدیمی بودن، به روز نبودن و غریبه که نیستیم، جذاب نبودن. من باشون حال نکردم. حالا من گفتم که بیام به عنوان یک مغزوفیل، کسی که به مغز و اعصاب علاقه داره، بیام چنین محتوایی رو آماده کنم و نشرش بدم که توی این مسیر هم خودم کلی چیز یاد بگیرم، هم بتونم یاد گرفته هام رو به اشتراک بذارم با اونایی که مغز و اعصاب رو دوست دارن و کلا نوروساینس پشنشونه. و اینکه در آخر یه چنین چیزی تو فضای فارسی یوتیوب داشته باشیم، یک پک نسبتاً کامل و معتبر نوروساینس. البته نوروساینس پایه، نمیخوایم زیاد دلف کنیم توی موضوعات مشخص و خیلی خاص و عمیق بشیم. اون مسئله ما رو دانشگاه است. هدف من آگاهی رسانیه. و همینطور یه امید دیگه هم دارم. این امید رو دارم که این حرکت من اگر به دست کسی برسه، امیدوارم که برسه و اونایی که علاقه دارن بتونن ازش استفاده ببرن. ولی اگرم نرسید هیچ اشکالی نداره. همین که 2-3 نفر هم ببینم برای من کافیه، و همین که یک نفر به علاقش نزدیکتر بشه، دانشش بیشتر بشه در مورد مغز و اعصاب یا اینکه به این سمت و سو کشیده بشه و علاقه خودش رو پیدا بکنه، برای من کافیه و شروعی باشه برای کاربلدترها، دانشمندترهای این حوزه که چنین مطالبی رو جمع‌آوری کنن مثل این، اگه پروژه به پایان برسه،
و تحویل جامعه مغز دوستان بدن، فارسی زبونش. حالا من کیم؟ چرا گفتم که میتونم چنین کاری بکنم؟ اولا که هنوز نمیدونم میتونم، امیدوارم که بتونم. من دانشجوی سال 2 پزشکی هستم که تازه، البته این به خودی خود ربطی نداره، ربطش اینجاست که تازه من کمیته نوروساینس رو پاس کردم و از اونجایی که پاسش کردم و علاقه‌م بوده از بچگی مغز و اعصاب، گفتم خب بیام از این داده‌هایی که دانشگاه داره بهم میده و من به منابع دسترسی دارم که خب معتبر و علمی ان، چرا نشرشون ندم، بیام از همینجا استفاده کنم. جو گرفتم، اومدم سری کانال زدم واسهتون، بیام واسه شما اشتراک بذارم. واسه همین تمام تلاشمو میکنم که که حرف شبه علمی نزنم، مطالب علمی ارائه بدم، از رفرنس های علمی استفاده کنم و از یک کتابی هم که دارم استفاده میکنم برای چارچوب این ویدیوها، یعنی سرفصلاشو از اونجا برمیدارم، ولی خب از رفرنس های مختلف استفاده میکنم، به خصوص خود اون کتاب Neuroscience Exploring the Brain، چاپ 4، چاپ بین نمیدونم میبینین آنه، چاپ بین المللیش، از این دارم استفاده میکنم به عنوان چارچوب. همین دیگه چی بخوام بگم تو اصلا به نظر خودم این ویدیو معرفی رو نبینیم، بری سراغ شروع جلسه. و اگر هم خوشخول باشم، من معمولا آدم خوشخول نیستم، از همین الان عذرخواهی میکنم واسه یه چیزایی که تو آینده ممکنه پیش بیاد، ولی خب هفته 2 تا نداشتیم، حتما یه دونه داریم. جلسه نوروساینس، بیسیک آف نوروساینس. همین، این بود معرفی نامه. یه کول فریز هم آماده کرده بودم واسه اینجور موقعا که واسهتون بگم آخرش. من الفم، اینجا برینی ویتاست، نورون هاتون پر جرقه تا سیناپسی دیگر. بدرود.